ин лавҳаи телевизионӣ аз рӯзгори онҳое мебошад ки солҳои 40-уми асри гузашта ва пас аз он бо кору пайкорашон нақши созгоре гузоштаанд. аксҳои онҳо ёднома аз онҳо барои зиндагон аст. шояд бо дидани чеҳраҳояшон бо эҳсос гӯем ки бале, ман ин касро мешиносам. ҷисман онҳо аллакай байни мо нестанд, аммо корномаи ҷангиву баъди ҷангияшон номи онҳоро зинда нигоҳ медорад. зарифов мирҷамол соли 1920 дар оилаи косиб ба дунё омадааст. зодгоҳаш маҳаллаи сари санги шаҳри хуҷанд. маълумоти ибтидоӣ дошт. то саршавии ҷанг ҳисобчии колхози Коминтерн буд. сипас ба мудофиаи ватан рафт. ӯ хоса дар озодкунии шаҳру деҳоти Беларусия ва ҷумҳуриҳои назди Балтика диловарӣ зоҳир намуд. соли 1946 ба зодгоҳаш баргашта дар колхози Коминтерн фаъолият бурд. зарифов мирҷамол бо ордени шараф ва зиёда медалҳои ҷангӣ мукофотонида шудааст. ин инсони фидоӣ соли 1990 аз дунё чашм пӯшид. норбоев набиҷон зодгоҳаш маҳаллаи хилватқирғони деҳаи ёва буда соли 1900 дар оилаи баққол таваллуд шудааст. чун аз хурдсорӣ ба санъат меҳри беандоза дошт, яке аз доирадастони номдор гашт. аъзои колхози Коминтерн буд. набиҷон норбоев дар қатори дигар муҳофизони ватан ба майдони набард рафт ва дар сарзамини Полша, Венгрия, Чехословакия, Германия ҷангида дар Берлин рӯзи ғалабаро пешвоз гирифт. норбоев набиҷон дорандаи зиёда ордену медалҳои ҷангию меҳнатӣ мебошад. ӯ соли 1993 дар синни 93 солагӣ вафот кардааст. саидов ғаниҷон иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ соли 1924 дар шаҳри хуҷанд ба дунё омадааст. даврони наврасиву ҷавонии ӯ ба бунёди колхоз ва кушодани заминҳои нав рост омадааст. ӯ соли 1942 ба сафи армияи шӯравӣ даъват мешавад ва дар муҳорибаҳои сарзамини Қрим, дар озод кардани шаҳрҳои қаҳрамон чун Севастопол, Керч ширкат варзидааст. خدمتی او در دیویزی 128 همچون تیرانداز ادامه یافته. سال 1944 بعد آزاد کردن قریم در محافظت و آزاد نمودن خاک کشورهای پولشا، رومانیا، بلغاریا و ونگریا سفربر کرده می شود. غنیجان سیدوف ایدی غلبه را همراه دیویزیا در پایتخت چخسلواکیا شهر پراگ قید می کند. برای کارنمایی‌هایش او را با 3 اردن و بیشتر از 20 مدال سرفراز گردانیدند. بعدی بازگشت از جنگ غنیجان سیدوف در خواجگی 40 سالگی اکتبر امروز رحمان نبیوف همچون حسابچی، مدیر فرما، مالشناس کار کرده در تربیت 9 نفر فرزند سهم گرفته است. در دوام عمر خود برای فرزندان و نسل آینده‌اش نصیحتنامه انشا نموده است که آن با نام اندرز روزگار روی چاپ را دیده است. غنیجان سیدوف سال 1989 از عالم چشم پوشیده است. نوری چشمم، گوهری قیمت بهایم، خیر باد. خوش زبانم، بلبلی گویای باغم، خیر باد. بازگرداند میسر دیدنی روی تو را. هر کجا باشی سلامت، تکیه‌گاهم خیر باد. خداوندا نگه دارد تو را. دشمنی بدکین نشان گیرد به تو گردد خطا. قوتی دل بودیم، همدرد جانم الوداع. دیده گریان من براحت، چشم چارم خیر باد. مادر فرزند خود را به جنگ گسیل می کند. این صحنه زندگی غنیجان سعیدوف را افاده می کند و از روی شعر همین جنگاور تهیه شده است. سال 1942 هرچند سن غنیجان سعیدوف به 18 نرسیده بود، اما ناموس وطنداری او را نگذاشت که انتظاری باز یک سال دیگر باشد. با امر دل به فرانت رفت. عزم سفر به جنگ را در یکی از نامه‌هایش طریق شعر بیان کرده است. جای خوابم تخته است و روز و شب من در وگان. چی دهد ما را قناعت میکنیم از آب و نان. کینه بر خصم وطن از چشم روی ما عیان. ناموس و نام وطن ما را سپر از من سلام. غنیجان سعیدوف ذوق شاعری نیز داشته از روزگار جنگ ده‌ها شعر انشا کرده است. در کتاب اندرز روزگار که به قلم جنگاور تعلق دارد سرگذشت جنگی او ذکر یافتند.
خط جنگی غنیجان سعیدوف از محاربه‌های سرزمین قریم ابتدا گرفته تا شهرهای سیمفروپول و سیواستوپول و غیره ادامه کرده است. در یکی از حکایه‌هایش غنیجان سعیدوف قید کرده است: دیویزی ما، پولکی ما، بتالیونی ما در جنگ بسیار کارنمایی‌ها نشان داده قریم را از استیلاگران نیمیز آزاد کرد و به خاک ریسپوبلیکای اوکراین رفتیم. خاک اوکراین را هم آزاد کرده در زمین ریسپوبلیکای رومانیا سبک ярадор гашта یک ماه در گوسپیتال خوابیدم. بعد صحت شدنم مرا باز به دیویزی خود فرستادند. این شب 1 январ بود. در این شب در اکثریت گوشه کنار جهان سال نو را پیشواز می‌گرفتند. معلوم گردید که دیویزی ما در خط پیش فرانت است. به راه برآمدیم. از بیش از دامنه کوه کارپات به بالا می‌رفتیم. هزاران عسکران ما در مقابل پولک و دیویزیا و سالدات‌های دشمن در عقب‌ها خوابیدند. در روزی روشن هم یگان نفر آدم رو نمی‌بینی، چون که همه را زمین مقدس از مرگ پناه می‌دهد. ساعت 12 شب سال کهنه را سال 1945 در همین ساعت نیک عوض می‌کند. آدمان نیکبخت یکدیگر را با سال نو تبریک و مبارکباد می‌گویند. ما به سر خندق‌ها رسیدیم. سالدات‌هایی را که در عقب نشسته وطن خود را از دشمن بدکین مردانوار محافظت کرده می‌جنگیدند با سال نوشان مبارکباد کردیم و جای آنها را عوض نموده به عقب‌ها درآمدیم. این سال‌های مدهش جنگ خانمانسوز فراموش نشونده است. غنیجان سعیدوف همراه دیویزیا غلبه را در چخسلواکیه جشن گرفت. دلاوری و کارنمایی‌های این جنگاور با یکچند اردن و مدال‌ها قدر گشته است. فعالیت بعدی جنگی او باشد در کلخوز 40 سالگی اکتبر امروزه خواجگی رحمان نبیوف ادامه کرده است. خدمت‌های سابقه دار جنگ و مهنت را در پیشرفت خواجگی قشلاق نظررس می‌دانند. از این رو تا امروز آبرو و اعتبار این دلاوری وطن در زادگاهش پایدار است. با قول خود سابقه دار جنگ و مهنت در حیات پستی و بلندی‌های زیاد را پسی سر کرده است. این همه سرنوشت و قصه های عبرت بخش جنگاور در کتاب اندرز روزگار فراهم آمدند. این کتاب میراث معنوی و اخلاقی غنیجان سعیدوف می باشد. با وجودی تحصیل نکردن در یگان مکتب عالی، این نفر عقل و فطرت والا را صاحب بوده است. سابقه دار جنگ و مهنت غنیجان سعیدوف 11 январи سال 1989 در سن 63 سالگی ترک عالم کرده است. نام او را قهرمانی ها در میدان جنگ، فعالیت پرثمر در خواجگی قشلاق و شعر و اندرزهایش ابدی زنده نگاه می‌دارند. نرمی خورشید در عالم حیات می آفرد، شما را آفتابم مرا آرید به یاد. خاکساران روبرو آیند در این مهمان سرا، شغل من بود خاکساری هر دم مرا آور به یاد. حکیموف محمدجان زادگاهش محله سویچی جماعتی آقا می باشد. سال 1925 چشم به دنیای روشن شده است. سال 1943 به مدافع وطن رفته در نبردهای ضد دشمن دلاوری و صداقت ظاهر نموده است. در یکی از محاربه‌ها سخت یاردار شده سال 1944 به زادگاهش برگشته است. با مکافات‌های جنگی سرفراز گردانده شده است. عبداللهیف ارگشبوی اشتراکچی جنگی بزرگی وطنی است. هنگام واقعی‌ها به ما نقل می‌کردند که در سن 15 یا 16 سالگیشان به جنگ رفتند. با وجود جوان بودن در محاربه‌ها با دشمن جنگیده قهرمانی نشان دادند. اردن و مدال‌های روی سینه شاهد آن قهرمانی‌هایشان می‌باشد. شاکیروف تاجیبوی از فرزندان دلاوری این دهه می‌باشد که به جنگ خانمانسوز رفته دلیری و شجاعت نشان داد و سربلندانه به وطن برگشته تا آخری عمرش در ساحه‌های خواجگی خلق صافدلانه مهنت کرد. در پیش خط جنگ مردان دلاورانه با دشمن می جنگیدند. در عقبگاه باشد قسمت اساسی قوی کاری زنان و موسفیدان و نورسان بودند. در مورد کارنمایی‌های آنها بسیار می‌گویند و می‌نویسند. یکی از چنین زنان فعال از محله ما راضیه قاسمова بودند که سالهای جنگ در عقبگاه زنان را سرجم کرد و در تامین غلبه با مهنت فداکارانه اش حصه گذار شد. یوسف جان بابا از روشنفکران و چراغ معرفت دینی این محله می باشد. نسل کلانسال و میانسال آن کس را چون یوسف جان دامولا می شناسند. امروز اهل محله ایشان را با خدمت‌های شایسته‌شان
یادآور میشوند که انسان خاکسارو با معرفت بودند. محله ما در برابر این با فرزندان معارف پرور و مهنتقرینش در جماعت و ناحیه معروف است. نام رحیم جان ملابایف نتیجه کار و پیکاری نیکش بود که امروز دوباره زنده است و کمیته محله به نام او گذاشته شده است. از کرسی آموزگاری تا کار راهبری جماعت رسید. در آبادانی جماعت و محله خود سهم گذار شد. هم در آبادانی جماعت و هم در معرفتناکی مردمی آن حصه ارزنده گذاشت. همین طریقه دامولا جان یوسفوف از همسالان رحیم جان ملابایف از چهره‌های روشنی معارف پروری محله‌مان به حساب می‌روند. نام برده تا آخر عمر در کار معارف و علم بودند و با همین پیکار شناخته شدند. عبدالواحد جورایف نیز از شخصیت‌های سرسپرده عرصه مهنت شناخته شدند. سالهای جنگ و پس از جنگ در استوارکنی ساخت کلخازی خدمت‌های ارزنده کردند. امروز می‌سزد که آنها را به نیکی یاد کنیم. عبدالجبارов عبدالستار از فرزندان برومند این محله می باشد. چون شخص داننده خوب علم حقوق و کاردان و با تجربه سالهای زیاد در مقامات سودی کار کرده، در ادامه عمر در اداره خواجگی 40 سالگی اکتبر و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق وطن چون حقوق شناس خدمتی شایسته نموده است. دیگر از فعالان محله امان بوتبای کریموف بودند. روانشان شاد باشد. نام برده استای چوبکار بودند. 10 نفر شاگرد تیار کردند و نقش دستانشان در ساختمان خانه‌های مردم باقی ماند. مدت راهبری این محله را نیز به ذمه داشتند. عملهای نیکشان خاطر آن کس را زنده می‌دارد. رحیم و مشرف این زن مهنتی و خاکسار تمام عمر در کار کلخاز صافدلانه مهنت کرد. همراه با شوهرش رحیموف عبدالصمد صاحب 10 نفر فرزند گشتند. این زن قهرمان مادر است که 10 نفر فرزند را در تنهایی پس از وفات برمحل شوهر به وای رسانید و خانه و در داد. در پیرانسالی‌اش چون عرض احترام فرزندانش او را به زیارت خانه خدا به حج فرستادند. او امروز بین ما نیست، ولی نام نیک و فرزندانش ادامه بخش کاری والدانشان می باشند. دیگر از فعالان محله نعمت خوجه محمد خوجایف می باشند. ایشان از فعالان این محله بودند. آموزگار فن تاریخ در کارهای آبادی و احیای نام گذشتگان محله خدمت‌های شایسته انجام دادند و می‌سزد که امروز ما آن کس را با این کار و پیکار انجام دادهشان به نیکی یادآوری کنیم. این چهره نورانی برای اهل محله، ناحیه، ولایت، جمهوری و عموماً به همه آنهایی که با سخن و علم سر و کار می‌گیرند شناس و محبوب است. استاد عبدالمنان نصرالدینوف زاده این خاک و دیار و محله می باشد. نفری که با وجودش به اهل جامعه نور و ضیا و معرفت می بخشید. امروز جسماً بین ما نیست، ولی نقش استاد عبدالمنان در تربیت معنوی و شناخت علم و معارف بزرگ می باشد. این نوارها از آخرین محفل 82 گنج سخن است که با تشبث استاد روی کار آمده بود. این محفل ادبی توانست اهل علم و ادب را سرجم کند و حدود برگزاری خود را از دانشگاه خوجند نیز وسیع نمود. خواهشمندان شنیدن سخن اصیل و ناب تاجیک زیاد بودند و استاد عبدالمنان نصرالدینوف چراغ روشن این محفل بودند. اهل محله نیز استاد را چون راهنمای معنوی و اخلاقی و معتبر و شریف خوب می‌شناسند. نامگذاری یکی از کوچه‌های مرکزی جماعت به نام استاد نیز نشان احترام اهل جماعت به شخصیت ناتکرار استاد می باشد. این لحظه هایی می باشند که می سزد از استاد عزیزمان و اینچنین از گذشتگان معتبر اهل محله به نیکی یاد کنیم که برای خود و اطرافیان درسی عبرت است. روانشان شاد و منزل آخرتشان آباد باشد.